واحد تعیینات مخصوص پلیس هنگام تظاهرات در سالونیکی اعتراضگران را پخش می‌کند. تظاهراتی که 8 سپتامبر تشکیل شد تنها یکی از همایش‌های اعتراضی به مقابل تبدیل نام کردن مکدونیا به مکدونیای شمالی است. این منطقه یونان نیز مکدونیا نام دارد. اکثر ساکنانش بر این نظرند که نام و تاریخ آنها دزدیده شده است. به باور آنها اسم نوی کشور هم به وطنشان شباهت دارد. این سازش ما را صرف نظر میکند. از این خاطر ما به خیابان برآمدیم. یعنی آن ما مقدونی های اصلی را به اعتبار نمیگیرد. ماه ایون جانب‌ها بالاخره به سازش رسیدند. سروزیر مکدونیا زوران زایف با زورق به مرز دو کشور آمد و با همتای یونانیش الکسی سیپراس ملاقات نمود. آن زمان سازش تاریخی به امضا رسید. مکدونیا اسمش را عوض کرد. یونان دیگر با وارد شدن آن به ناتو و اتحاد اروپا مخالفت نمی کند. امروز ما با چشم تاریخی مردممان می نگریم. ما به اینجا آمدیم تا اینکه قرض وطنداریمان را اجرا کنیم. در مکدونیا نیز این سازشنامه موج اعتراضها را برانگیخت. یک روز بعد از امضا شدن قرارداد نزدیک به 1000 نفر در نزد بنای پارلمان اسکوپه جمع آمدند. آنها ضعیف را خائن نامیده و استعفای او را طلب نمودند. ماه ایول پارلمان مکدونیا بعد بحث‌های تند در این موضوع به طرفداری از برگزاری رفراندوم رای داد. رهبران مخالفین تالار جلسه را ترک کردند. ضعیف کشور را به بحران اطلاع می کند که عاقبتش پیشگویی نشونده است. همه مسئولیت این سازشنامه بر دوش ضعیف و سوسیال دموکرات هاست. این تسلیم شوی به یونان است. رئیس جمهوری مکدونیا نیز مقابل این سازش است و به شهروندان توصیه داد که رفراندوم را بایکوت کنند. ولی بنابر نظرسنجی ها اکثریت به جانبداری از آن آواز می دهند. اما رفراندوم در حال برگزار شده اعتراف می شود که 50% رای دهندگان در این معرکه اشتراک کنند. در جریان سفر اخیرش به اسکوپه کاتب ژنرالی ناتو ینس استولتنبرگ با واحدهای مخصوص ملاقات کرده و از آنها دعوت نمود که به طرفداری سازشنامه رای دهند. شما در یک قدم از عضویت ناتو قرار دارید. این امکانیت شامل شدن به موفق‌ترین اتحاد نظامی در تاریخ است. بعد استولتنبرگ به این کشور وزیر دفاع امریکا جیم میتیس آمد. او درباره تلاش دخالت روسیه به رفراندوم هشدار داد. مسکو این اتهامات را رد می‌کند. نوابسته به نتیجه رایدهی در مکدونیا تصمیم نهایی را پارلمان قبول می‌کند. جانبداران سازشنامه امید دارند که نظر مخالفین را تغییر می‌دهند. اما امید مخالفان این است که مردم برای آوازدهی بر رفراندوم نمی‌روند.